23 نوامبر در شهر دوشنبه یک دختر را که خود را به قصد خودکشی به دریا پرتافت از مرگ نجات دادند. سامانه پرس تیجی با نشر یک ویدیو از جای حادثه خبر داد که حادثه ساعت 2:15 روی داده. این دختر را سفرعلی غایبوف نام ساکن پایتخت که خانهاش در نزدیکی طرفخانه فریل جایگیر شده است از مرگ نجات داده است. نشریه گفت نام دختر را هم معلوم کرده است ولی از نشرش خودداری میکند. نشریه می نویسد که وقتی خبرنگارانش به جای حادثه آمدند در آنجا ازدحام زیاد جمع آمده بود و دختر را از دریا الکی بیرون آورده بودند. اولین شده خود را از بالای پول بین چوبخانه شرق آزاد و کارخانه نساجی به دریای دوشنبه پرتافتن دختر را دو کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی علیشیر جلالوف و فیض‌الله رحیموف که در راه ماشینگر مشغول کار خود نظارت حرکت ماشینا بودند دیده با رأس به مقامات خبر دادند. در این هنگام هنوز تا رسیدن دیگر کارمندان مقامات سفرعلی غایبوف که در خانهاش بود صدای داد و فغان مردم را شنیده از بالای دیوار اولیه‌اش جهیده خود را به دریا میاندازد و دختر را از آب بیرون میکشد. به دنبال چند راهگذر دیگر نیز به کمک میرسند و دختر را از ساحل به بالا میبرارند. سفرعلی غایبوف حادثه را به پرس تیجی چنین نقل کرده است: در حولی بودم یک باره فغان بلند مردم به گوش رسید که خود را به دریا کسی پرتافت نجات دهید. این وقت به هیچ کجا نگاه نکرده از بالای دیوار حولی پریده داخل دریا شدم. دختر را با عذاب کشاله کرده تا ساحل رسانیدم. بعدا چند کس دیگر کمک کردند و دختر را تا نزد طرفخانه فریل رسانیدیم. من فقط با این عملم قرض شهروندیم را اجرا کردم. بنا به گزارش پرس تیجی شاهدان حادثه گفتند که وقتی دختر خود را از بالای پول میپرتافت یک شخص نزدیک به او از پسش دویده ایستاده بود. بعدا معلوم شد است که این مرد پدرش بوده است که برای پیشگیری از خودکشی دخترش از پسش آمده بوده است. فیض‌الله رحیموف ناظر بازرسی دولتی اتومبیلی شهر دوشنبه به پرس تیجی گفته است که اگر آنها هم نزدیکتر می بودند پیش راه خودکشی دختر را می گرفتند. ما از این طرف راه ایستاده بودیم، دویدن پدرش را دیدیم و دیدیم که چگونه ناگاه دختر خود را از بالای پول به او پرتافت. اگر نزدیکتر می بودیم پیش راهش را می گرفتیم. بعدا فوراً طریق رادسه به مقامات میلیسیا و یاری تعجیلی خبر رسانیدیم. هر سال در تاجیکستان بیش از 600 حالت خودکشی و قصد خودکشی ثبت می شود. اکثر آنهایی را که قصد جان خود می کنند زنان و دختران تشکیل می دهند. مشکلات زندگی و مناقشه های عائلوی یک سبب عمده خودکشی ها در تاجیکستان شمرده می شود.